یک نان کره‌ای بی‌نظیر با تاپینگ سیر و پنیر براتون آوردم محشر. هم خیلی راحت درست میشه، هم طعم و بافتش عالی. خودم که کنار یک کاسه سوپ عاشقشم. برای شروع شیر، آب گرم و خمیر مایه رو داخل یک کاسه با هم مخلوط میکنیم. عسل رو بهش اضافه درش رو میذاریم و 10 دقیقه بهش زمان میدیم. حالا با آرد سمولینا و نمک ترکیب میکنیم. با دست یا دستگاه 12 دقیقه ورز میدیم. چانه کردن هم احتیاجی نداره. داخل کاسه چرب شده 1 تا 2 ساعت استراحت میدیم. به کره احتیاج داریم که من از کره کاسه 100 گل استفاده کردم. از قدیمی ترین کره های گیاهیه که خیلی خوش عطر و بوه و مناسب شیرینی پزی و کیک پزیه. خوبیش اینه که بدون کلسترول، پس با خیال راحت میتونیم ازش استفاده کنیم. کف قالب رو حسابی کره میزنیم. عطر و بوی این نون به کرهشه، پس با دست و دلبازی بریزید. یکم نمک میپاشیم، پف خمیرمون رو میگیریم و داخل قالب با دست مرطوب پخشش میکنیم. روشم کره براش میکنیم و 15 دقیقه استراحت با انگشت مرطوب روش سوراخ ایجاد میکنیم. ترکیب تاپینگ که داخل کپشن هست رو روی نون پخش میکنیم. یکم نمک و اورگانو هم میریزیم و میره داخل فر. بعد از 14 دقیقه نون رو بیرون میاریم. روش پنیر پیتزا و پنیر پارمسان میریزیم و مجدد 8 دقیقه میره داخل فر. عطر و طعمش بی‌نظیره، حتما تستش کنید.